تهدید میکنه آمریکا به نظامیگری. این تهدید به نظر من غیر عاقلانه است. یعنی جنگ، ایجاد جنگ، ضربه وارد کردن یک طرفه نیست. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعاً این ضربه رو وارد خواهد کرد. من حتی معتقدم اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد برخورد ما برخورد